یکی از اهدافی که اونا از این روش استفاده میکنن اینن که بتونن آزار و شکنجه های مخفی بدن که بدون رد پا باشه تا حد بسیار زیادی و بتونن در حالت کلی‌تر بتونن یک حبس انفرادی برای فرد ایجاد کنن. برای اینکه این حبس اتفاق بیفته روش‌ها خیلی متعددی به کار میبرن. مثلا برای اینکه طرف واقعا تو حبس قرار بگیره میان کار میکنن که شخص مجبور بشه تو همون اتاق خودش بمونه. مثلا یک نمونه کارش اینه که فرد وقتی از اتاقش خارج میشه اینا میان زیادترش میکنن، شکنجه‌هاشو زیادتر میکنن، آزار اذیت زیادتر میکنن. اگر تو خیابون بره آزارها خیلی بیشتر میشه، محیطای شلوغ. اینقدر این کار رو انجام میدن تا شخص خود به خود ناخودآگاه بره داخل اتاقش قرار بگیره و منزوی بشه. اگه بازخوردی هم باشه که خب تو محیطی که قرار میگیری، محیط بیرون اتاق که قرار میگیری، بازخوردها رو بیشتر میگن، کلا فشار رو بیشتر میکنن که تو مجبور بشی بری تو اتاق قرار بگیری. و تمام پارامترهایی که تو حبس هست و اینها سعی میکنن انجام بدن و اونا به اون صورت شبیه سازی کنن. مثلا آزار و اذیت روانی رو که میخوان ایجاد کنن از افراد محیط استفاده میکنن. اینو قبلا شیوهش رو گفتیم دیگه، اینجا جایش نیست که بگیم از چه شیوهی استفاده میکنن، فقط این رو بگیم که از افراد محیط استفاده میکنن برای اینکه رو شما فشار روانی ایجاد بشه. مثلا به جای اینکه بازجوها تو سلول انفرادی بیان فحش و ناسزا بگن یا مثلا بیان حرفای تکرار کنن که رو اعصاب شما باشه، تو این محیط شبیه سازی شده افراد پیرامونتون این کار رو انجام میدن و هیچ ردی هم نمیمونه. این یک شیوه جدیدی هست ما از شما میخوایم اینو انتشار بدید تا این شیوهشون رو برای بقیه مشخص بشه. مثلا یکی از مواردی که تو حبس برای خیلی اتفاق میفته اینه که تو حبس انفرادی مثلا بهش نمیگن که اصلا مدت حبس چقدر هست یا چی دلایلش چیه اصلا و کی اصلا برای چی حبس شده. اینجا دقیقا همین رو بهت میگن، اصلا بهت نمیگن کی هست، چی بوده دلایل این شکنجه ها چی هست، چجوری داره این اتفاق برات میفته. یا مثلا یه نمونه دیگه اینه که بعضیا میگفتن تو حبس انفرادی که بودن به فرد میگفتن آماده باش فردا مثلا آزادی یا هفته بعد آزادی. حتی موقع آزادیش هم که میشد اینو میبردن تا دم در میبردن آمادهش میکردن، بعد لحظه آخر میگفتن مثلا آزاد نیستی، باید دوباره مثلا یک هفته دیگه حبس بکشی. اینجا همونو دارن شبیه سازی میکنن. مثلا یه مدت با هم میگن، با همون پیام‌های پیرامون رو با هم میگن که مثلا شما ماه بعد فلان تاریخ آزادی یا مثلا فلان موعد آزادی. خب بعد اون موعد میشن میگن که کار مثلا خراب شده، فلان شده، اینجوری شده. یعنی میخوام بگم که تمام شرایط حبس انفرادی رو اینا دارن برای قربانیان آزار الکترومغناطیسی و حالا بعضیاش که به کنترل ذهن میخوره شبیه سازی میکنن. این آزار الکترومغناطیسی با امواج و مواد مختلف هست که فقط یه بخشش منجر میشه به کنترل ذهن، که بعضی تعداد معدودی از دوستان سوال میکردن که مثلا کنترل ذهنی چرا مثلا شما اینطوری میتونید اولا که این یه بخشش فقط یه حالتش به کنترل ذهن منجر میشه که اونم درجه بندی مختلفی داره. بعضی اصلا نمیدونن چیکار دارن میکنن، بعضی خیلی راحت ترن و درجه بندی مختلف. یه ده فقط میخوان آزار الکترومغناطیسی بدن، یه ده رو مثل ما اطرافیانشون بیشتر آزاد میدن و با خود شخص مثلا ارتباطاتش رو محدود میکنن کاملا که بیشتر تو تعیینا قرار بگیره. آزار روح‌های مختلف روش‌های مختلفی هست که حالا این درجه بندی داره. یه شخصی رو ممکنه فقط یه مقداری از شکنجه ها بدن یا آزار خیلی محدودی انجام بدن، یه فردی رو ممکنه آزارشون بیشتر بشه و در حد نهایت به صورت یه حبس انفرادی در بیاد، به طوری که تمام ارتباطاتش رو قطع کنن یا کنترل کنن. طوری که حالا بعضی قربانیان میگفتن که مثلا بعد 1 سال، بعد 6 ماه، برای اینکه میخواستن اینها با افراد دیگه ارتباطی داشته باشن از لفظ حتی مرخصی استفاده میکنن. یعنی اینها در این حد سعی میکنن تمام شرایطی که تو حبس انفرادی هست و برای فرد شبیه سازی کنن. اگه یه مدت مثلا کمترش میکنن،
شکنجه رو میگن که مثلا فعلا تو مرخصی هستی، یعنی از همچین لفظای استفاده میکنن و تمام پیامهایی که میدن به صورت بازخوردیه. بعضی افراد که صدای میشنون بهشون اصلا میگن و بعضی دیگر به صورت بازخورد بهشون اعلام میکنن از محیط و از رسانه ها و شرایطی که قبلا بهشون یاد دادن، قبلا شرطیشون کردن به اون روش که بله یه مدت شرطیشون میکنن که میگن که ما مثلا با این روش داریم بهت پیام میدیم. بعد در طول مدتی که اینها تو حبس هستن یا حبس هستن یا شکنجه هستن، اینها رو با این روش ها بهشون میگن که پیام ها رو به این روش بهشون میگن. چرایشو که ما نه این کاره بودیم بدونیم، باید از خودشون، ما فقط اتفاقی که برای خودمون داره میفته رو ما بهتون گفتیم، ازتون خواهش میکنیم اینا همه جا بگید که حداقل ما با این همه گزارشی که به خیلی از افراد گفتیم هیچ کس هیچ پیگیری نکرد. حداقل صدامون با چند نفر برسه، شاید اونها یک کاری انجام بدن. ممنونم.